محمد دانشزاده قمی معروف به آیت الله محمد مؤمن 80 ساله، متولد قم، مسئول انتخابات و اعزام قضات شرع دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور به دستور آیت الله خمینی در اوایل انقلاب دهه 60. عضو شورای عالی قضایی، عضو شورای عالی سیاستگذاری و رئیس حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع جهانی اهل بیت و رئیس مجمع فقه اهل بیت، رئیس دادگاه عالی قم، عضو فقهای شورای نگهبان از سال 1362 و عضو مجلس خبرگان رهبری در 20 سال گذشته، در بیش از 4 دوره 20 سال گذشته. این بار، اینا رو گفتم تا ببینید بار بزرگ گناهی که ایشون بر دوش دارن چقدر اولا زیاده و یکی از محصولاتش چیه؟ یکی از محصولات جزئیش زمینخواری 22 هکتاری است در قم، در بهترین منطقه قم. البته تنهایی این همه زمین رو قورت ندادن ایشون، به بقیه آیات اعزام علمای اعلام هم تا تونستن دادن. حالا میگم خدمتتون، ایشون شوهر خواهری دارن، یعنی داشتن، مرد، به اسم ابوالقاسم رنجبر که قبل از انقلاب رعیت بود. یه ملکی رو به نصف کار اجاره کرده بود، یعنی ملک از صاحب ملک، کار از رعیت یا اجاره کنند. این این سند نصف کار یا همون اجاره ملک به صورت کار از رعیت، ملک از مالکه که هر سال هم تمدید میشد. ملک مال کی بود؟ مال طایفه سرشناسی که الان هم تو قم هستن، البته همه دار و ندارشون گرفتن، به اسم طایفه حقی. همین خانواده حقی مالیات 22 هکتار ملکی رو که به اسمشون بود و هست هر سال میپرداختن. یعنی از زمان که اسناد مالیاتی وجود داشته و داره، این ببینید چقدر قدیمیه، همین خانواده حقی میدادن به دولت مالیات. و اینو گفتم برای اینکه مالیات یه ملک نشون میده که اون ملک متعلق به کیه و به نام کیه. سند 22 هکتار زمین که بله، این سند 250 سالشه، متعلق است به دقیقاً اون چه که نوشته است: جنابان خیرالحاج محمد علی و آخوند ملا علی اکبر و آملا حسین، خلفان مرحوم آخوند، آقا ملا محمد حقی. این آخوند و اینا هم که نوشته شده چون اینا معلم بودن، معلمای قرآن مثلا موقع میگفتن آخوند، 250 سال پیش. لزومی آخوندای امروزی نیستن اینا لزوما. خب این سندی که دیدین که حالا باز خواهید دید 250 سال پیش نوشته شده و امضا شده. 1212 هجری قمری، یعنی همون حدود 250 سال بیشتر میشه. خانواده حقی در دو طرف رودخونه قم، حالا نقشه قم و منطقه رو می‌بینید، رودخونه هست. در دو طرف این رودخونه زمینایی دارن که یه بخشش مهندسیه قومه که اون زمینا وقف خاص پسرای فامیله، تولیتشو دارن و از درآمد اجاره باید سالانه مقداری رو به اوقاف بدن و اوقاف بفرسته واسه روشنایی نجف اشرف، چون که جد اینا تو وقفنامه‌اش ذکر کرده و این کار انجام میشه. یعنی اوقاف اون پول به اصطلاح روشنایی نجف و هر سال از اینا میگیره، از اول میگرفته تا حالا موضوع این ماجرا زمین خواری که میگم این زمینا نیست، اینا تکلیفش روشن. موضوع 22 هکتار ملکی است که مال همین خانواده حقی اونور رودخونه. سال هاست که آیات اعزام و علمای اعلام، حوزه ها و دارن توش مدارس علمیه توش میسازن، کلی اداره و پاساژ و ساختمونایی که به اسم این آخونده است، مجتمع ادارات قم، خیابان شهید قدوسی، گفتم منطقه وسیع 22 هکتاری. قبل از انقلاب این 22 هکتار ملک دست چند تا رعیت از جمله شوهر خواهر شیخ محمد مؤمن اجاره بود به نصف کار. توش گندم و جو می‌کاشتن. نه شوهر خواهر مؤمن یعنی آقای رنجبر خدا بیامرز، نه خود شیخ محمد مؤمن، نه پدر و پدر جدش، اینا یه متر زمین هم نداشتن تو قم. شیخ محمد مؤمن دهه 50 شده بود مدرس حوزه علمیه و به طلبه‌های جوان‌تر از خودش درس میداد. سال 54 یعنی
یعنی 3 سال قبل از انقلاب که بعضی زمیندارهای بزرگ خراب میشه بعد از انقلاب سفید و اینا در ادامه اون و بحران اقتصادی کم کم داره خودش نشون میده. در واقع نمیگم بحران اقتصادی دلیلش انقلاب سفید بود، اون واقعه که اتفاق افتاد. به هر حال خانواده حقی به رعیت‌ها میگن ما میخوایم زمینمون رو بفروشیم. من اینجوری شاید به نفعشون باشه. با رعیت‌ها حساب کتاب میکنن. این ببینین زمینا رو بین خودشون خانواده حقی تقسیم میکنن 6 تونگ 6 تونگ و با متراژ معین ثبت میکنن به اسم یه عده از پسرها و دخترای فامیل. سند ثبت این زمین ها با پلاک ثبتی 10-277 و 10-278 به اسم افراد خانواده حقی است. همین که داریم میبینید، همین الان این سند در ثبت احوال قوم هست. با این وجود همین افراد باورتون بشه امروز دارن ماهی 50,000 تومان از کمیته امداد امام میگیرن برای گذران زندگی، چون همه چیشون آیات اعظام و علمای اعلام گرفتن ازشون. چقدر ما این خانواده داریم، از جمله این زمیناشونو که 22 هکتار زمین یه شهر، از جمله این زمیناشونو که آیت الله مؤمن و پدرش همینطوری به زور صاحب شدن. این داستان رو سریع براتون میگم. داستان این بود که وقتی قبل از انقلاب خانواده حقی شروع میکنن به فروختن زمینا، سال 54 سر و کله پدر شیخ محمد مؤمن که بهش میگفتن مشت عباس پیدا میشه. بعضیا میگفتن مشت عباس قومی. حالا آیا آدم لات باجگیری بود تو قوم که از کشاورزای قوم تلکه میگرفت. اونم متاسفانه مرده، نشد ببینه کارهایی که کرده داره یواش یواش رو میشه. حالا پسرش هست. مشت عباس مؤمن پدر همین آیت الله مؤمن فقیه شورای نگهبان میره با گردن کلفتی طلب زمین میکنه. میبینه تا حالا داشته عضو فامیلشون اونجا کار میکرده، به حال یه جوری خودشون رو صاحب ملک میدونن دیگه. تو اون گفتم موضوع احوال. بعد میگه اگه یه قطعه زمین، بعد میبینه داره میفروشه دیگه، میگه اگه یه قطعه زمین به من ندین من دردسر براتون درست میکنم. وقتی بهش نمیدن شبانه در رو میفرسته درختکاری میکنن توی تیکه ملک که بعدم دورش دیوار بکشه و صاحب بشه. قضیه به درگیری و کلانتری و دادسرا میکشه و نهایتا حکم طبیعتا به نفع حقی‌ها داده میشه. دعوا ادامه پیدا میکنه. سال 56 دوباره نو میشه، دوباره گردن کلفتی خانواده مؤمن و اینا تا سال 57 و انقلاب که همین محمد مؤمن میشه یکی از زعمای قوم برآمده از اون انقلاب. کلی هم چند دقیقه پیش گفتم که مسئولیت عالی قضایی داشته از همون اول. قضات شرع و خودش به دستور خمینی انتخاب میکرده و عضو شورای عالی قضایی بوده. ایشون با اوقاف تماس میگیرن و میگن که این 22 هکتار ملک توی یکی از بهترین جاهای قم وقفه و یه عده صاحبش شدن که شرعاً و عرفاً باید از دستشون در آورد. این تماسی که گرفته میشه تو روال قبل از 22 بهمن سال 57 به درخواست از آیت الله مؤمن اداره اوقاف وقت به شکل مسخری واقعا یه سندی صادر میکنه که بله این که اهالی بیاید شهادت بدید که فلان زمین وقفه. این نامه را آیت الله مؤمن میده دست باباش مشت عباس که ببره شب مسجد جامع امضا جمع کنه. بعد واسه اینکه مردم راحت امضا کنن میگه اول برو بده شاگردام امضا کنن. 2 تا شاگرد الان میشناسنشون دیگه. 2 تا شاگرد داشته اون موقع، شیخ ممتقی صدیقیان و شیخ مم صادق تهرانی، پدر همین کرباسچی شهردار سابق تهران. اونا چون به هیچ وجه، من نمیگم اونا حقه بازی کردن، اونا چون معلمشون استادشون شیخ محمد مؤمن گفته بود، آیت الله محمد مؤمن گفته بود و به پدرش اعتماد داشتن، به مشت عباس، استشهادیه قلابی رو امضا میکنن. با امضای این 2 تا مشت عباس مؤمن میره با استشهادیه قلابی مسجد جامع قم از مردم امضا میگیره به عنوان شاهد که ببینین اینا هم امضا کردن که ملک حقی ها رو به اسم وقف اینا صاحب بشن و میشن. با همین استشهاد قلابی اوقاف میاد رو ملک دست میذاره، میگه این ملک وقفه و حق فروش ندارین. ببینین من نمیدونم که این قضیه رو چقدر میشه مربوط کرد به فضای اون موقع به طور کلی و امتیاز دادن به آخوندا در سال 57 بشه. 56 57
ولی به هر حال اوقاف چون این کاری رو میکنه قبل از انقلاب. شاید به همین دلیل آخوند امتیاز بدیم فلان کنیم. یعنی یکی از ضعفایی که صحبت می شود که حکومت قبل از انقلاب داشت. باری طایفه حقی میرن شکایت میکنن، میاد تا عرض کردم میاد تا توی انقلاب و بعد از انقلاب قاضی یا آخوندی است به اسم آیت الله شیخ حسین کریمی که خود آیت الله مؤمن ایشونو کار گذاشته، ایشون حکم میفرمایند، پرونده به نفع اوقاف حکم میخوره به سفارش آیت الله مؤمن، برج 5 سال 61 بالاخره حکم میدن. حقی ها دوباره روی این فرجام خواهی میکنن، پرونده میره دادگاه تجدید نظر، قاضی دوباره یکیه که مؤمن گذاشتتش به اسم علی مشکینی، نه اون آیت الله مشکینی معروف که مرد، نسبتی با اون نداره. این شاهکار، من اینو نمیتونم نخونم براتون تیکه های شد. ببینید 60 تا شاید نوشته توی این حکمی که آقای علی مشکینی داده و توی این شایداشم نوشته، با صراحت نوشته بر فرض اینکه سند هم داشته باشد این ملک و سند وقف وجود نداشته باشه، یه واردگاهی میتونیم نشون بدیم، و سند وقف وجود نداشته باشه نمیتوان منکر وقفیت شد. بله آقای علی مشکین این حکمشونه. این جمله رو من میخونم، میگم بعد از شایدها، نمیدونم اولا شاید فلان، دوم شاید اصلا اقدام در اداره اوقاف نکردند، سوم شاید به لحاظ اینکه اصل واقع فوت کرده، اصلا واقف وجود نداشته و به حسب ظاهر ملک به دست برسته افتاده، پس صرف نداشتن سند نیز نمیتواند دلیل بر وقف نبودن باشد. این حکم آقای علی مشکینی رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران سال 61. این سند، همین سند فقط کافیه تا آدم بفهمه دستگاه قضایی نظام مقدس چقدر واقعا فاسد. رأی علیه مالک حقیقی و مستند ملک یعنی خانواده حقی صادر میشه. چقدر از این خونه ها و ملک ها رو این آخونده بعد از انقلاب بالا کشیدن، مثل واحدهای تولیدی که بالا کشیدن. حالا این خانواده حقی به دلیل سابقه شون تو قم رها نکردن قضیه رو. خب البته شاید کسی دیگه هم بود ول نمی‌کرد، نمیدونم یقه آخونده رو. و چون شما سند دارین، یه آخوندی میاد که کلی هم مقام منصب داره تو این حکومت میگه خونت مال منه برو بیرون، وقتی مقاومت میکنی داد و فریاد راه میندازی، میره اوقاف میگه این زمینو بگیر به اسم وقف بده به من به اسم حوزه علمیه که خودم عضو هیئت سیاست گذاریشم، خودم رئیسشم. تو روز روشن میان خونتونو که سندش دستتونه میگیرن میگن ما میگیم این وقف امامزاده است. بازم خانواده حقی میرن وکیل و قاضی میبینن و دنبال میکنن قضیه رو که اوقاف ظاهرا میبینه هیچ راهی نداره جز این که این 22 هکتار زمین رو تون ببینین. این سندایی که دیدین اینا سندای حبه کردنه. این میبینه اوقاف میبینه آقا جون سند هست همه چی هست. حالا بازم خواهم گفت که چقدر اسناد دیگر هست که روشنه که این زمین ملکش اشخاصه، سند خورده و ارث شخصی افراده. اوقاف میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اصلا میایم این 22 هکتار زمین رو تون حبه میکنیم، به آیات اعظام در قم کلکشو میکنیم، یعنی هدیه میدیم. و این آیات اعظام کلی مدرسه طلبگی و دفتر و دستک آخوندی تو همین زمینهای غصبی میسازن، دانشکده اصول دین میسازن، مرکز خدمات حوزه علمیه میسازن، بیمه طلاب، مدرسه علمیه امام رضا میسازن، حوزه امر به معروف میسازن، نماینده ولی فقیه، ساختمون عظیم نمایندگی ولی فقیه در قم میسازن، کلی آپارتمان مسکونی که دیدین اسمشو میذارن موقوفات آستان قم، اینا رو میسازن. همه آیات اعظامی که املاک بهشون حبه شده، حالا شاید نه همشون ولی قطعا اکثرشون خبر دارن
زمینی که توش نماز جماعت میخونن غصبیه. نمونهش هست آیت الله جوادی آملی. چند نفر از خانواده حقی میرن پیش ایشون که بنیاد اسرار رو ایشون دارن در قم، یک ساختمون عظیمی تو همین زمین غصبی. سند 250 ساله این ملک رو میدن به آقای جوادی آملی تا ایشون مطالعه بفرمایند. ایشون میخونن، بعد از چند دقیقه سکوت و تعمق میفرمایند این جمله‌ای که گفته: به من هبه شده، من کاری نمیتونم بکنم. این رشوه گرفتن و دهن بستن در مورد خیلی از آیات اعزام قوم از این ملک 22 هکتاری صادقه. و اینا چی داشتن آخه قبل از انقلاب؟ اینجوری صاحب همه آلاف علوف شدن دیگه. از مسئولان دستگاه قضایی هم دست کم 2 نفرشون رو میدونیم، یکی که همین رشوه رو گرفتن و دهن بستن، یکی آخوند زمیندار بزرگ هست آیت الله شاهرودی، دوره ریاست ایشون در قوه قضاییه طایفه حقی میرن پیش معاون هاشمی شاهرودی حجت الاسلام مروی که ایشون هم مردن، حجت الاسلام مروی، میگن موضوع از این قراره لطفاً به حاج آقا بگید پیگیری کنه به رئیس قوه قضاییه. مروی میگه این زمینایی که میگید کجا هست؟ میگن 75 متری عمار یاسر مجتمع ادارات قم. مروی میگه از این ملکا با آیت الله شاهرودی هم هبه کردن که بعد دوره لاریجانی، دوره ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه، حق یا درخواست اعمال ماده 18 میکنن که الان شده ماده 477، درخواست دخالت مستقیم رئیس قوه قضاییه توی پرونده‌ای که حکم داده شده. پرونده میره دست محسنی اژه‌ای، 2 سال پیش اون میمونه. یکی میفرستن با سفارش آشنایی پیش محسنی اژه‌ای، میگه آقا چرا خبری نمیشه از پرونده؟ اژه‌ای میگه به من سفارش اکید شده کسی دست به این پرونده نزنه. هیچ راهی نمیمونه برای حقیقا، میرن استفتاء میگیرن از یه سری از مراجع، از خامنه‌ای رهبر معظم، سیستانی، صافی گلپایگانی، چند تا دیگه. ببینین استفتاها رو ببینید، همش به نفع حقیاست. چون طبق جواب این استفتاها در صورت وجود سند هیچ بهانه و دلیل نیست که ملک رو وقف بدونیم. اینو یه بار دیگه هم وقتی این بذارین دیگه، اینجا همه رو نوشته. بله این استفتاء هاست. خب سند رو یه بار دیگه ببینین، سند ملکو. بله این ملک شخصیه، وقف نیست و هیچ وقف نامه‌ای نداره تو اوقاف. ببینین سند در اداره اوقاف اداره ثبت احوال قوم هست و این 22 هکتار زمین هیچ وقفنامه‌ای تو اوقاف نداره. روشن‌تر از این، افزون بر این سند مالکانه 250 ساله، سند ثبت این زمینا با پلاک ثبتی 10277 و 10278 به اسم افراد حقیقی، خانواده حقی، همین الان در ثبت احوال هست. چی میگه حالا حضرت آیت الله مؤمن عضو فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری؟ چی میگه آیت الله جوادی آملی که هی تو بنیادهای مجللش پوز قدرت میده؟ چی میگن مریدان و اطرافیان این حضرات که پشت سرشون رو همین زمینای غصبی نماز میخونن؟